در دنیای امروز رفتارهای انسانی به شکل پیچیده‌ای در جامعه و روابط فردی نمایان میشه. یکی از جنبه‌های پرتنش این رفتارها صفات شخصیتی افراد خودشیفته و تاثیرات اونها بر دیگرانه. خودشیفتگی یکی از مفاهیم روانشناختیه که به طور معمول به ویژگی‌های شخصیتی خاصی اشاره داره که فرد خود را بالاتر از دیگران می‌دونه و همواره به تایید و تحسین نیاز داره. این ویژگی‌ها ممکنه در ابتدا برای دیگران قابل تشخیص نباشه و فرد خودشیفته به خوبی قادر تصویری مثبت از خود در ذهن دیگران به وجود بیاره، اما زمانی که ارتباطات عمیق‌تر میشه این ویژگی‌ها به تدریج آشکار میشوند. در این پادکست به بررسی صفات و ویژگی‌های شخصیت افراد خودشیفته پرداخته خواهد شد و روش‌هایی برای شناسایی آنها ارائه خواهد شد. بروز مخفیانه رفتارهای خودشیفته. افراد خودشیفته معمولا رفتارهای خود را به صورت پنهانی و مخفیانه بروز میدن. این ویژگی‌ها به قدری ظریف و زیرکانه است که در ابتدا میتونه باعث شه دیگران تصور کنن که این افراد همانند دیگر اعضای جامعه زندگی میکنن و تونستن به خوبی زندگیشون رو کنترل کنن. فرد خودشیفته در ابتدای برخورد سعی داره تصویری مثبت از خود به نمایش بذاره تا تصویری که او از ذهن در دیگران ساخته میشود. فرد خودشیفته در ابتدای برخورد سعی داره تصویری مثبت از خود به نمایش بذاره تا تصویری که از او در ذهن دیگران ساخته میشه همانند یک فرد موفق و قابل ستایش بشه. این رفتارها به قدری موثر که باعث میشه فرد خودشیفته برای ارضای نیازهای خود از جمله تحسین و تمجید دیگران بیشتر در جهت دستکاری دیگران گام برداره. تفاوت میان اعتماد به نفس و خودشیفتگی. تفاوت میان افرادی که اعتماد به نفس دارن و خودشیفته ها اغلب به وضوح مشخص نمی شود. افرادی که خودشیفته هستند تنها به خود علاقه ندارند، بلکه خود را برتر از دیگران می‌دانند و نیاز به ابزار این برتری دارند. مثلا فرد خودشیفته ممکنه زندگی خود رو بسیار مهمتر از زندگی دیگران بدونه و در بسیاری از مواقع این احساس را در گفتگوهای خود به دیگران منتقل کنه. افراد خودشیفته برای کسب توجه و تایید مداوم به هر ابزاری که لازم باشه دست میزنه و از هیچ فرصتی برای برجسته کردن خود غافل نمیشه. این رفتارها نه تنها در روابط روزمره بلکه در فضای مجازی نیز به وضوح قابل مشاهده است. تاثیر رسانه‌های اجتماعی. یکی از نشانه‌های بارز خودشیفتگی در افراد حضور فعال آنها در رسانه‌های اجتماعی. این افراد به طور مستمر سعی دارند تصویری بی‌نقص و فوق‌العاده از زندگی خود به نمایش بذارند. عکس‌هایی که همیشه مرتبط و آراسته هستند یا داستان‌هایی که حاکی از زندگی شاد و کامل آنهاست نمادی از تلاش برای جلب توجه و تمجید دیگرانه. در واقع رسانه‌های اجتماعی برای افراد خودشیفته مانند ابزاری برای کسب ارزش‌های اجتماعی و عاطفی به شمار می‌آید. این افراد حتی ممکنه برای کسب بازخوردهای مثبت تصویر کاذب از زندگی خود به اشتراک بذارند. در روابط شخصی نیز افراد خودشیفته تمایل دارند که تمام توجهات معطوف به خودشون بشه. آنها به سختی می‌توانند به دیگران فرصت بدن که در مکالمات مشارکت کنند. در بسیاری از مواقع مکالمه با یک فرد خودشیفته بیشتر شبیه یک مونولوگ است تا یک گفتگو. این افراد احساس میکنند که تنها نظرات و افکارشان ارزش شنیدن دارد و دیگران باید به صحبت‌های آنان گوش بدن. این ویژگی باعث میشه که فرد خودشیفته حتی در مواردی که ممکنه خودشون اشتباه کنن همچنان برای تحمیل نظر خود اصرار داشته باشند. یکی دیگه از ویژگی‌های شخصیتی افراد خودشیفته نپذیرفتن انتقاده. انتقاد برای این افراد همانند سمه و برایشان قابل تحمل نیست. آنها نه تنها از انتقاد فراری هستند بلکه حتی به کسانی که در تلاش برای نقد و رفتارهای آنها هستند به شدت واکنش نشون میدن. به همین دلیل در بسیاری از مواقع نمیتوان با این افراد به یک توافق منطقی رسید، چرا که آنها هیچگاه اشتباه خود را نمیبینند و همیشه در تلاشند تا برتری خود را اثبات کنند. تکنیک‌های کنترل و دستکاری. افراد خودشیفته برای جلب توجه و تاثیرگذاری بر دیگران از تکنیک‌های روانشناسی تاریک بهره میبرند. این افراد ممکنه با استفاده از فریب، دستکاری و فشار روانی بر دیگران آنها را به سمت خود جلب کنند و نیازهای شخصی خود را برآورده کنند. این تکنیک‌ها میتونه در روابط شخصی و حتی در محیط‌های حرفه‌ای همچون محل کار و رسانه‌های اجتماعی استفاده بشه. فرد خودشیفته به گونه‌ای عمل میکنه که دیگران را در موقعیتی قرار میده که احساس کنند تنها با تایید و توجه به اون میتونن از حمایت اون برخوردار بشن. فریب دادن قربانیان. افراد خودشیفته به خوبی میدونن که چگونه افراد اطراف خود را فریب بدن و اونها را به دام خود بکشانند. آنها به سمت افرادی میرن که از زندگی خود ناراضی هستند و از این طریق با ارائه زندگی خود به صورت ظاهرا بی‌نقص حس و حسادت و آرزوهای پنهانی به این افراد
اونها رو تحریک میکنن. این هم باعث میشه که افراد دیگر بیش از پیش به ستایش و تایید خودشیفته بپردازند و در نتیجه این روابط به نفع خودشیفته ها به پیش بره. پذیرش خود و خروج از دام خودشیفتگان. در نهایت خودشیفتگی یکی از پیچیده‌ترین و مخرب‌ترین ویژگی‌های شخصیتیه که میتونه تاثیرات منفی زیادی بر روابط فردی و اجتماعی بذاره. این ویژگی‌ها در ابتدا ممکنه غیر قابل شناسایی باشه، اما با گذشت زمان و عمیق‌تر شدن ارتباطات، رفتارهای خودشیفته بیشتر آشکار میشه. افراد خودشیفته نیاز مداوم به تایید و ستایش دارن و هر گونه انتقاد یا مخالفت رو بر نمیتابن. برای مقابله با چنین افرادی اولین گام شناسایی این ویژگی‌ها و درک نحوه عملکرد اونهاست. باید مراقب بود که در دام رفتارهای این افراد نیفتیم و همیشه به خود و ارزش‌های فردی خود پایبند بمونیم. و در نهایت خودشناسی و پذیرش ویژگی‌های خود میتونه کمک کنه تا از تاثیرات منفی خودشیفتگان دوری کنیم و روابط سالم‌تری رو در زندگی برقرار سازیم. خیلی ممنون که تا این پادکست با ما همراه بودید. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید و دکمه نوتیفیکیشن رو بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیو بعدی ما با خبر میشید. با امید دیدار.